نگفتم میام که میشناسی نه زنگ منگی نگاه من شعر که همش تو مجالس میخونم از عین علی عیون ما بینا شد و از نام علی لسان ما گویا شد. بلند شد از جاش گفت السلام علیک یا امام رضا. ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم. چقدر امام رضا دوست داری؟ خیلی چرا؟ خوب دیگه امام رضا یه سری مسائلی هست. من خودم شخصه زمان لحظه آخر رو پدرم خیلی ارادت شخصی به امیرالمومنین داشت. هرچی میگفتیم بابا لحظه آخر علی بلند شد از جاش گفت السلام علیک یا امام رضا. گفتیم بابا شما خو همه دم از علی میگفتی. من شعر که همش تو مجالس میخونم از عین علی عیون ما بینا شد و از نام علی لسان ما گویا شد. دریای علی نور خدا میبینم زان نور محمد علی پیدا شد. تو به من اینو یاد دادی ولی چرا لحظه آخر میگی یا امام رضا؟ این برام خیلی سوال بود. بعد یه لحظه به ذهنم خطور که آقا امام رضا گفته اگر بیاد منم لحظه آخر میام. لحظه آخر که بابا میخواست جون بده گل لحظه بلند شد گفت السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بله این ادای تو گناه